هالكسة ماشون چایی پشمان دیم دان شما واب من کپی هو کام میگو که دیم دا تا حبیبا بارام زیه فرما خیر سلامت بشاریم بارم کجا شروع کنم نیش ما واجهی واجهی کجا من گستکتون نی همیشه واجه شو پدر دیگه ما احوال ندارم همیشه بودیم گوه سپازی را کتو بلاکر امیر اسلام که را و دست ها سپازی را امیران نی همیشه دیم گوه سپازی را کتو کجا ما رسیدیم سپازی رو شمسوی ده بستر واپین دست امیر اسلام گرفتیم شه تکتاج چهره در برابر اقبال شاه تعظیم کو اقبال شاه چه جاگه پادت امیر ارسلانی و بغل گپ صورت چوکت و پیشانی گوشتی پرزند الحمدلله که چند ماه پته دیدار روشن بیتن و امیدوارم که تمام آرزوهایی که ما داریم برآورده و امیر ارسلان مکرر دستوتی نندینتی آسف وزیر و امیرانی که بیتنگتن نشتگت امیر ارسلان و اقبال شاه گوشت قربان به من در این تکت دیگه که وقته شما گومان چه خبری داری شمس وزیر کجا بیته و ادا چه کنگه اقبال شاه گوشت پرزن این تخت دست راست که گنده این نوجوانه منی چوکین منی پسری آیان زخم زمرد نگار وارته بعد آیا بگن تا آسف وزیر تمام موضوع با تو گوشید امیر ارسلان چه جاگه پا داد بالای تخت رفتن و کرا دسته نشتن لحاپ یک نیمگاه جت و چمی به آفتاب جمال 21 ساله جوان یک کپت که جوان با خوبی و آراستگی نیده آثار شجاعت و صورتی صورتا چه دیما چه پیدا چو کرس آفتاب چو ماه پیما در بستر بیهوش کپتگا رنگی چون کهربای اوشی پیما زرد ترتگا آهسته نفس مکشگا اقبال شاه آسف وزیر قریب نیم ساعت بالا سرین اقبال شاه و آسف وزیر نزدیک نیم ساعت سر کره نشته گریتی پس شاه اقبال شاه با آسف وزیر گوشت تمام حکایت مفصلا گو امیر ارسلان بگشت آسف وزیر گوشت جوان بزان که این مملکت چه دشت سپاه نامی هستیم منم وزیر پت اقبال شاه بیتگم چه وقت که وقت به تختا سلطنت نشته وزیر آیه من هستم به مصلحت من آب هم نوارده مرچیان چه اول خاک پریزاد تا آخر خاک بنی جان 1000 تاک سلیمان که آخر کوه کاب هسته کاهن مثل من نیسته یعنی خدا منی مثلا بخت و اخترشناسی و ستاره شناسی منی پهمین دیگه نیست این منطقه تو که مستره اخترشناس ستاره شناس منو این منطقه تو که این منطقه تو که هر دیگه ستاره شناس و اخترشناسی هستین تا من شاگردم من درستانی استادم و خدای من پهمین یعنی اخترشناس تالا عد نکته شمس وزیر و کمر وزیر هر دوی من شاگردم من کسانی آهان چه پرنگ آورتن ته هر دوی من تربیت کتن چون که در هر علم چما داناتر بیدم و آهانی مٹم نیست کرینه نیست هم مٹ نیست شمس وزیر مسلمان بید و شر چاپا درد کمر وزیر کافر و بدذاتی بید چه من به سبب مسلمانی شمس وزیر رو گشتر دوست داشته کمر وزیر حرام زاده کینه
شمس وزیر من دلاوتی کا گپ تا که یه هر دویم بعد چه تحصیل علم و وانگا حب وطن آهانی په دلا نشت به پرنگ رفتن. هر دویم وزیر پادشاه پرنگی بیتن. کمر وزیر حرامزاده عاشق جمال پارکلکا جنک پادشاه بید. آی خواستگاری کدی پادشاه نداد. کمر وزیر غضب کد. کمر وزیر هر شب به علم سر به کسر دوتگا رفت. به علم سر رفت. پادشاه فهمد چاره کاری هم چه وزیرا چاره کار آیه چه وزیر هر شب به علم سر که چاره کاری شمس وزیر لوٹد. شمس وزیر لوٹد. شمس وزیر نزدیک من و امدادی لوٹه. من یک 12 دانه یاقوت که کاهنان پریزاد به نامان با آی سرا نقش کتا بیتگم. این هم به گردن منظربانو جنک ملک شارخ شاه پریه بیته. چایا گپتون و چایا گپتون چون نوک و کاهنانو تمام جمع کتن، یعنی ستاره شناسان و مولان و جادوگران ساحران مزنه ستاره شناسان من جمع کتن تو پدای گردن بند تلس بند کتک تلس بندون کنایند داتون به شمس وزیرا که به گردن پاروکلکا ببندندی. کمر وزیر دیگه به سبب گردن بند نتونتی نزدیک جنک برو دختر برو. دستی با آیا نداشتی. نتونتی هیچ کس هم بغیر چه تو نتونتی گردن بنده چه گردن ملکه پچ بکن. چون من اطلس به نام تو بسته بیده تا ای که به پرنگ تواد که. و کمر وزیر را طرف پریب داد گردن بند پچ کد. کمر وزیر طرف رد داد پریبی داد و تا پرنگ آد که کمر وزیر طرف پریب داد گردن بند تو پچ کد. و آیی هم آجنی که دوزد سرانجام به دست پولازره دیو گرفتار بید. ای جوان هم که در بستر وقته زخمی وارده. ای چوک اقبال شاه وشی نام هست ملک پیروزه نامیدی و 2 سال پیش عاشق گوهرتاج بید. گوهرتاج دختر ملک لال شاه هستن که ترا به خاطر شمس وزیر لورتی بکشی داره بجنته. نزد من شکایت کد که هرچی آیا نصیحتون کو که تو پریزادیه بنی آدمی هستی هم جنس تو نه. نصیحتی منی نشکو قبولی نکو اصراری باز کو. ما حکایت ای با آیه پتا ارزون کو. پتا چمان چارا لوٹد. ما شمس وزیر لوٹایند چون بنی آدمیت لوٹایند و آیا با خواستگاری دختر ملک لال شاه دیمانده. آیا قبول کد. با نهایت رضایت جنک عقدیم بست نکایم کد و گوشتیم به شرط آکه وطن چون یک اولاد دارو آیا عروس کنو ما قبول کد. شب عروسی وطی دست عروسی گفت با کمال مهربانی به دست ملک پیروزی داد. ما تمام شاد و خندان با وطی منزلان رفتیم. بعد چه ساعتی شیوان جد. شیوان چه حجله عروسا چست بی. شیوان یعنی اما توتروه جانه و هر نیمگاه چه وطی مننا می شیوان حساب کن مردم آزمان دستیه بیت است. ما سازی مدنی بیت اما جاته که مثلا خطر پیشت کنه یا آسه چه دیگر روک داد که مردم حال داده سازمان تلفون و نبیت است.
یا آز زوره یا همین توتروه جتا سکتیه جست دیگر مردم اطلاع دادگن نی همیشه یا ساز یا ڈھولی مثلا که آواز برو دیره نه یک کوه جا کو سرا مثلا چیه کتا آواز جاگه اڑ کتا نی شیمانه جتا وشی نی همیشه که ما چه هجله عروس بلند بید شیمان یعنی ساز ما توترو آوازه با علامه خطر کارانی واسه جنندی سراسیما ما تدکن همان لحظه تدکن و ربطن که ملک پیروز در میان خونا اجنا کنگه و جنک هم برتا به هزار مشکل شاهزاده با هوشا آورد احوال جز کو ورچی همه که اتاق خلوت بیده تا که یک جام شراب چه دست دختر که من نوشته یعنی یا عربده بلند بیده یعنی اپریت چه در داخل بیده تا گوشتنگون توقعه گوشتی مادر بکتا ترا چه حد آکه منی معشوقه تحویل بگره زهمی کشته به سرا منی جتا دیگه من نزانو چی بیده وقتی که ما سر آیه 14 دیدیم که زهم زمرد نگاره یعنی عروسی هن که به اعضای مبدل عروسی یعنی تیر با پرسا مبدل بیده ما ملک پیروز زورتا و آورتا 4 روز تا به حال این حال هستن که گنده یه دیگه آکه ای پولازره دیو حرامزاده ای هستن که در شجاعت و زور بازو در زیر کبه یعنی کمر آی مانند هم تراز نیستن هیچ کس نیستن که در میدان رزما بتونتن گویا مقابله بکن علاوه بر شجاعت ساحری هستن که اگر لونتان بسرینی زمین و آسمان به هم چسبینی دوچیده آیا پده ماتی هستن که در تمام دنیای توکا در سهر آی نظیر آی مٹ نیستن اگر بلوٹیں در نیم ساعت دنیای کن فیکون کنتے ہنچین ساحرش مات حرام زادگی یعنی و بدن پولازره تلس بند کتا که هیچ زهم هیچ خنجر هیچ سلاش بدن کار نکن هیچ تیرش بدن نرو تیر بند یعنی بدنی تیک بند کتا و آئی ماتا هم اثر نکن آئی هم اثر نکن هیچ زهمه هیچ تیره هیچ مثلا خنجر کارتشون بدن کار نکن هیچ تیگشون بدن کار نکن یا سرمید اندازه جانا خراش هم نکنده اثر هم نکنده زهم غیر از زهم زمرد نگار که با کمرا وتی پولا زره حرامزادگه بسته زهمان یکی چه زهما حضرت سلیمانی هستی زهما مات پولا زره تلس بند کتا که هیچ سحر آی سر اثر نکن پیش هر کس بی سحر با آیا هیچ سحر اثر و تاثیر نکن و که به زهر حلاحل و زهر گیا آب داتا زهر داتا همی زخم دب شمشیر دب و هر کس از زخم بجنته تا زنده هسته این زخم آیه چاره پذیر نه یعنی وش نبی پیش چه 3 سال دیگه زنده نمانی هم اگر به دست مثل من حکیم حاذق بی و الا زیدتر زهر با جگر رسی و آیه کشی و در کرا دشت سپاه 2 مملکت هستند یکی ارض بیضا و دیگری دشت زهرگیا هستند زهرگیا پادشاه ارض بیضا ملک شاهرخشاه پری پادشاه دشت زهرگیا ملک خازن پری بیده باز صاحب قدرت و لشکر و حشم بیده دختر شاهرخشاه آیه جنین بیده ملک خازنه و پسری بیتگی به نام ملک شاپور آیه نام بیده باز جوان شجاعی و چالاکی بیده
ای پولاد زره دیو سپهسالار مملکت خازن بیده تا آکه 3 سال پیش ملک خازن فوت کند میری و هوای سلطنت به سر پولاد زره دیو کپی گو ماتا و تیگه مشورت کنته تا آکه عزاداری ملک خازن که تمام بید بزرگان شهر وزیران و امیران ملک شاپور که به جای پتا تاج به سر دهنتین رسم پادشاهان دشت زهرگیا ای هسته که با قلعه سنگ که تو دیده بروانتین تاج به سری بله و ای یعنی آیه سب کا نشانی بیده یعنی همیشه هر پادشاه بوده پادشاه بید تاج ربطه همه قلعه سنگ هم مثلا به سرا داده واجن شما اشیا گوش داری هم 15 دقت بیان چه مردمان که کلیپ نت ضعیفه سلامت باته شما چاه و بالاخره گل پیدا گنده حبیبین تو واجه ملک محمد آدگ مردمشون درو وابا سلامت باته اشیا 16 دقت سرگرم بی الله مهره الله مهره الله حافظ سلامت باته 16 دقت و 16 ثانیه